گفته بود جز تسلیم کامل و بی قید و شرط ایران پایانی بر جنگ نیست. من به دنبال یه پایانم، یه پایان واقعی. آتش بس نه، پایان. یا اینکه کاملا تسلیم بشن. اما نیمه شب با فوریت توقف جنگ و آتش بس را می‌خواهد. آتش بس تاریخی در اواخر دوشنبه فراهم کرد. آمریکا که می‌خواست پایان جمهوری اسلامی را با حمله نظامی ببیند، از صهیونیست‌ها ناامید می‌شود. این بار نقشه فروپاشی از داخل با کمک اروپا طراحی می‌شود. با استفاده از ابزاری به نام اسنپ بک، جنگ اقتصادی آغاز می‌شود. But what exactly is the snapback? Why are European powers threatening it now? حالا دیپلماسی خط مقدم جبهه ایران مقابل این حمله روانی شده. وزیر خارجه با سفر و تماس‌های تلفنی چه با خود مقامات اروپایی و چه با شرکای راهبردی یعنی چین و روسیه به دنبال لغو اجرای اسنپ بک است. روسیه روز جمعه و در پی تصمیم فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعالسازی مکانیزم ماشه این اقدام را محکوم کرد و هشدار داد که بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. رئیس جمهور با سفر به شانگهای به دنبال رایزنی‌های فشرده برای کمک چین و روسیه در بی اثر کردن اسنپ بک است. دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفر به روسیه و تماس‌های تلفنی با کشورهای مختلف و اثرگذار همچون چین به مقابله با اسنپ بک می‌رود. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون با رئیس جمهور روسیه. رایزنی‌ها جواب می‌دهد. چین و روسیه به قطعنامه تمدید لغو تحریم‌ها رأی مثبت می‌دهند. کشورهایی که مخالف این پیش‌نویسه. تحرکات دیپلماتیک ادامه دارد. در این مدت مقامات چین و روسیه مواضع شدیدی علیه اروپایی‌ها در فعال کردن مکانیزم ماشه اتخاذ کردند. امیدوار بودیم که همکاران اروپایی و آمریکا بیشتر تعمق کنند و مسیر دیالوگ و دیپلماسی رو پیش رو بگیرند به جای اینکه بیان و اینطوری سرسری اخاذی و باجگیری کنند. چین و روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه می‌دهند تا بازگشت تحریم‌ها را به تعویق بیاندازند. اما در آستانه رأیگیری شورای امنیت سازمان ملل، در حالی که کشور برای دفاع از منافع ملی یکپارچه شده، جریانی خطی سیاسی را برخلاف منفعت مردم آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف که گفته بود اسنپ بکی در برجام وجود ندارد، هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده می‌کنن، هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 یا در برجام نیامده. سپس مدعی شده بود یک نفر به نام فرانچسکو لحظه آخر اسنپ بک را به برجام اضافه کرده است. در روز آخر که ما هممون گرفتار 1000 تا کار بودیم، متن‌های مختلف باید می‌نوشته میشد، این پیشنهاد رو کارشناس مالی اتحادیه اروپا یا آقای بود به اسم فرانچسکو اگه اشتباه نکنم، به یه همکار خوب من گفته. در ادامه گفته بود اسنپ بک قابلیت اجرایی ندارد. مکانیزم ماشه قابل عملیاتی شدن نیست. حالا در میانه تلاش دیپلماتیک ایران با روسیه به یکباره روایت جدیدی مطرح می کند. اینکه روسیه اسنپ بک را در برجام گنجانده. این در حالی است که علی اکبر صالحی گفته بود آمریکا طرح اسنپ بک را وارد برجام کرد. آمریکایی‌ها می‌خواستن یک بندی باشه که ما رو اگر از دید اونها به هر دلیلی ما نسبت به تعهدات برجام کم گذاشتیم، اونا با یک شمشیر مثلا چیزی بالا سر ما باشن، بگن آقا ببین تو کم گذاشتی پس من این شمشیر رو میارم پایین. اینجا من یادم توی یکی از جلسات اعتراض کرد آقای لاوروف که این داره حق وتوی ما رو میگیره. رفت آمدهای دیپلماتیک ایران کم کم به راه حل‌های مناسب نزدیک می شود که ظریف در این سخنرانی به چین و روسیه می تازد. حالا این چی شما توقع دارید واسه ما خودشو به خطر بندازه که این کارایی که روسیه میکنه برای از بین بردن برجام. اما روسیه دو تا خط قرمز در مورد یک، ایران هیچگاه نباید روابط عادی با دنیا باشه.
حمایت تمام قد چین و روسیه از ایران توجه رسانه‌های دنیا را در پی داشته که این بار حسن روحانی در یک سخنرانی علیه روسیه صحبت می‌کند و این کشور را مخل امنیت جهانی می‌نامد. تمام قطعنامه‌های قبلی این 6 قطعنامه هم روس رای داد هم چین تو همه 6 تا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران در واکنشی تند به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه کوشش گسترده رسانه‌های ضد ایرانی از سخنرانی ظریف و روحانی پررنگ‌تر می‌شود. رسانه‌هایی که تلاش می‌کنند بر آتش اختلاف نظرها بدمند. کشور ماست که میاد و روی دیگران حساب می‌کنه. روسیه و چین در تلاش مجدد این بار در یک نامه مشترک با ایران به مدیر کل آژانس گروسی اعلام می‌کنند توسل به اسنپ بک توسط 3 کشور اروپایی از نظر قانونی دارای اشکال است. این بار جریانی که 2 بازیگر سیاسی آغاز کرده بودند را فعالان رسانه‌ای آنها ادامه می‌دهند. چین اصلا علاقه‌ای به این نداره که اگر بتواند هم روبروی مکانیزم ماشه به ایست و روسیه اصلا کاری از دستش بر نمیاد. دبیر شورای عالی امنیت ملی دست به نامه می‌شود. او از رسانه‌ها می‌خواهد پیگیری و کمک درباره حفظ انسجام ملی و سد کردن راه گسترش 2 قطبی‌های کاذب تا مسیر توسعه ملی با شما اهالی معزز رسانه است. رئیس مجلس هم لب به گله می‌گشاید و از سخنانی که سد راه تأمین منافع مردم می‌شود انتقاد می‌کند. انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند. مایلم بر آن تاکید بکنم که روابط بین 2 کشورمون واقعا دوستانه است. در طی سفر جناب عالی به روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای فعال نشدن تحریم‌های مکانیسم ماشه نقشی فعال خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری این نوع اظهار نظرها را قربانی کردن منافع ملی برای فرار از پاسخگویی نامیدند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.